祝你生日快乐。سلام دوستان، این ویدیویی که براتون میذارم مربوط میشه به 4 سال پیش و پسر من الان 7 سالشه و چند روز دیگه قرار تولد 7 سالگیشو جشن بگیریم. قصه زندگی ما در تایوان از این خونه شروع شده بود و البته اینجا آخرین روز از زندگی ما در این خونه بود که مصادف شده بود با سومین تولد آویر. ما اینجا داشتیم وسایل هامون رو جمع می کردیم که مهاجرت کنیم به کره جنوبی و اینجا تازه آغاز کرونا بود و خیلی همه جا رعایت می کردن و یه ترس و دلهوری بین مردم افتاده بود. به همین دلیل ما دیگه شرایطی برای گرفتن جشن تولد نداشتیم. یه دونه کیک گرفتیم که یه جشن کوچولو برای آویر بگیریم که خوشبختانه کسایی که اومده بودن برای خدمات اسباب کشی به ما کمک کنن وقتی دیدن که تولد آویره خواستن که با ما جشن بگیرن. تم تولد آویرم خیلی بامزه بود. تو اون سن کوچولوش خیلی علاقه‌مند شده بود به ابزار ساختمان و راهسازی و خوشبختانه من تونستم خیلی راحت توی تایوان این تم رو آماده کنم برای روز تولدش. خلاصه این که میخوام بگم تایوانی‌ها خیلی مهربونن و خیلی چیزای جالبی من در تایوان دیدم که میخوام به زودی ویدیوهایی از تایوانم براتون بذارم. امیدوارم که ویدیوهایی که میذارم رو دوست داشته باشین و استقبال کنید و من بتونم که این کشور زیبا رو بهتون معرفی کنم، چون که من تا حالا ندیدم بلاگر یا یوتیوبری از تایوان باشه که در این زمینه تولید محتوا کنه. به خاطر همین فکر کنم شاید جالب باشه اگر در مورد تایوان بیشتر براتون بذارم. Happy birthday to you. 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 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。来，再唱一次 ，Happy to Happy， 谢谢谢谢。OK， now go。Hello。No, food. Okay。Thank you. một câu lại. One more. Hey, okay.